بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را، این قرآن کتابی است که آیات آن استحکام یافته، سپس از جانب حکیمی آگاه به روشنی بیان شده است. الا تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. پیام پیامبر این است که جز الله را نپرستید که من از سوی او برای شما بیم دهنده و بشارت دهنده هستم. و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى و یؤتی کل ذی فضل فضله وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید، سپس به درگاهش توبه کنید تا او شما را در زندگی دنیا تا اجلی معین به خیر و خوبی بهره‌مند گرداند و به هر کسی که سزاوار بخشش است حقش را ببخشد و اگر روی بگردانید بدانید که من بر شما از عذاب روزی سهمگین میترسم. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بازگشت شما به سوی الله است و او بر هر چیزی تواناست. الا انهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور. آگاه باشید که آنها سرها را به هم نزدیک ساخته و سینه هاشان را در کنار هم قرار می دهند تا خود و سخنان خیش را از او پنهان دارند. آگاه باشید آنگاه که آنان جامه هایشان را بر سر می کشند الله آنچه را پنهان می سازند و آنچه را آشکار می دارند می داند، زیرا او به اسرار سینه ها داناست. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها كل فی کتاب مبین. و هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزیش بر عهده الله است و او قرارگاه و محل مردنش را می‌داند. همه اینها در کتابی روشن ثبت است. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
و اوست کسی که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید و عرش او بر آب بود تا بیازماید که کدام یک از شما نیکوکارتر است. و اگر بگویی شما پس از مرگ زنده می شوید، یقیناً کسانی که کافر شدند خواهند گفت این جز جادویی آشکار نیست. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. و اگر ما تا زمان محدودی عذاب آنان را به تأخیر بیندازیم، البته از روی تمسخر میگویند چه چیزی مانع آن شده است. آگاه باشید روزی که عذاب به سراغشان آید از آنان برگردانده نخواهد شد و آنچه را به مسخره میگرفتند آنان را در بر خواهد گرفت. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. و اگر از جانب خیش رحمتی به انسان بچشانیم سپس آن را از او بگیریم، بسیار ناامید و ناسپاس خواهد شد. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. و اگر پس از مهنتی که به او رسیده نعمتی به او بچشانیم حتما خواهد گفت گرفتاری ها از من دور شد، بیگمان او شادمان و فخر فروش است. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. مگر کسانی که صبر کردند و کارهای نیک انجام دادند، آنان برایشان آمرزش و پاداش بزرگی است. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. و مبادا تو برخی از آنچه را که به سویت وحی می شود ترک گویی و سینه ات از آن سخنشان تنگ گردد که میگویند چرا گنجی بر او فرو فرستاده نشده یا فرشته ای با او نیامده است. تو فقط بیم دهنده ای و الله بر هر چیزی نگهبان است. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. یا میگویند محمد آن را برساخته است. بگو اگر راست میگویید 10 سوره برساخته همانند آن بیاورید و هر کسی را که میتوانید در برابر الله به یاری بخوانید. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
فهل انتم مسلمون؟ پس اگر آنان دعوت شما را نپذیرفتند بدانید که قرآن فقط به علم الله نازل شده است و اینکه هیچ معبودی به حق جز او نیست. پس آیا تسلیم امر الله و پیامبر میشوید؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. کسانی که زندگی دنیا و تجمل آن را میخواهند حاصل اعمالشان را در همین دنیا به تمامی به آنان میدهیم و در آن کم و کاستی نخواهند دید. اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اینان کسانی هستند که در آخرت جز آتش دوزخ نصیبی نخواهند داشت و آنچه را در دنیا انجام داده اند برباد رفته است و آنچه را عمل می کردند باطل است. افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. آیا کسی که دلیل آشکاری از پروردگارش دارد و شاهدی از جانب پروردگار آن را تلاوت می کند همانند کسی است که دلیل و شاهدی ندارد؟ و حالان که پیش از آن نیز کتاب موسی راهنما و مایه رحمت ایشان بود، اینان به آن ایمان دارند و هر کس از گروه مشرکان که به آن کفر و انکار ورزد آتش دوزخ وعدگاه اوست. پس از حقیقت آن در تردید مباش که آن کتاب راست و درست از سوی پروردگار توست، ولی بیشتر مردم باور نمی کنند. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. و چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر الله دروغ می‌بندد. آنان روز قیامت بر پروردگارشان عرضه می‌شوند و گواهان می‌گویند اینها همان کسانی هستند که بر پروردگارشان دروغ بستند. هان لعنت الله بر ظالمان باد. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. همان کسانی که مردم را از راه الله باز می‌دارند و آن را منحرف می‌خواهند و آنان خود آخرت را باور ندارند. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب
ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. آنان در زمین عاجز کننده الله نیستند و جز الله دوستانی برای آنان نیست. عذاب برایشان دو چندان می شود، چرا که آنان توان شنیدن حق را نداشتند و حق را نمی دیدند. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون. اینانند که به خویشتن زیان زده و دروغ‌هایی که می‌بافتند همه محو و نابود شد. لا جرم انهم فی الآخرة هم الاخسرون. بدون شک آنان در آخرت از همه زیانکارترند. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. بیگمان کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند و در برابر پروردگارشان فروتنی و خشوع داشته اند، اینان بهشتیانند و هم اینان در آن جاودانند. مثل الفریقین كالأعمى والأصم والبصير والسمیع هل يستويان مثلا افلا تذكرون. مثل این دو گروه همانند نابینا و ناشنوا از یک سو و بینا و شنوا از سوی دیگر است. آیا با هم دیگر برابر و همانندند؟ آیا پند نمیگیرید؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لكم نذیر مبین. و به راستی ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و به آنان گفت به راستی که من برای شما بیم دهنده ای آشکار هستم. الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم الیم. جز الله را نپرستید، به راستی که من از عذاب روز دردناک بر شما میترسم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبین. بزرگانی از قومش که کفر ورزیده بودند در پاسخ او گفتند تو را جز بشری همانند خیش نمیبینیم و نمیبینیم که جز افراد فرومایه از قوم ما آن هم نسنجیده از تو پیروی کنند و برای شما برخیش هیچ گونه برتری نمیبینیم بلکه شما را دروغگو میدانیم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نوح گفت ای قوم من، به من خبر دهید اگر من از سوی پروردگارم حجت آشکاری داشته باشم و او از سوی خیش رحمتی به من بخشیده باشد و این حقیقت از دید شما پنهان مانده باشد، آیا ما می توانیم در حالی که شما ناخوش دارید
شما را به پذیرش آن وادار کنیم؟ و یا قوم لا اسألكم علیه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. و ای قوم من بر این رسالت ثروت و مالی از شما درخواست نمی کنم. مزد من فقط با الله است و کسانی را که ایمان آورده اند از خود نمیرانم و آنها قطعاً پروردگار خیش را ملاقات خواهند کرد، ولی من شما را مردمی نادان میبینم. و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون. و ای قوم من، اگر من آنان را طرد کنم چه کسی مرا در برابر کیفر الله یاری می کند؟ آیا پند نمی گیرید؟ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اینی اذا لمن الظالمین. و به شما نمیگویم که گنجینه های الله نزد من است و غیب نمیدانم و نمیگویم که من فرشته ام و درباره کسانی که شما آنان را به دیده خاری مینگرید نمیگویم که الله هرگز خیرشان نمیدهد. الله به آنچه در دل آنان است آگاه تر است. اگر جزین بگویم در آن صورت از ستمکاران خواهم بود. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قومش گفتند ای نوح به راستی که با ما جدال کردی و بسیار هم جدال کردی، پس اگر از راست گویانی آنچه را که به ما وعده میدهی بیاور. قال انما یأتیکم به الله ان شاء وما انتم بمعجزین. نوح گفت تنها الله است که اگر بخواهد آن را برای شما می آورد و شما عاجز کننده او نخواهید بود. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. و اگر الله بخواهد شما را گمراه سازد و من بخواهم شما را نصیحت کنم، نصیحتم سودی برایتان نخواهد داشت. او پروردگار شماست و همه به سوی او بازگردانده میشوید. ام یقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. آیا مشرکان میگویند او این سخنان را به دروغ به الله نسبت داده است؟ بگو اگر من اینها را از پیش خود ساخته باشم و به او نسبت دهم گناهش بر عهده من است، ولی من از گناهان شما بیزارم.
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. و به نوح وحی شد که از قوم تو بجز آنانی که ایمان آورده اند دیگر هیچ کسی ایمان نخواهد آورد، پس بران چه که می کردند غمگین مباش. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. و اکنون کشتی را زیر نظر ما و به وحی ما بساز و درباره کسانی که ستم کردند با من سخن مگوی، چرا که آنها غرق شدنی هستند. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. و نوح کشتی را می ساخت و هر بار که بزرگانی از قومش بر او می گذشتند مسخره‌اش می کردند. او می گفت اگر ما را مسخره کنید ما نیز به هنگامش به همان صورت که ما را مسخره می کنید شما را مسخره خواهیم کرد. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقیم. به زودی خواهید دانست که عذاب الهی سراغ چه کسی می آید که خارش سازد و عذابی پایدار بر سرش فرود آید. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. این حالت همچنان ادامه داشت تا زمانی که فرمان عذاب فرا رسید و آب از تنور جوشیدن گرفت. به نوح گفتیم از هر جفتی از حیوانات 2 نر و ماده در آن کشتی برگیر و همچنین خاندانت را جز کسی که وعده هلاک قبلا بر او مقرر شده است و نیز کسانی که ایمان آورده اند را برگیر و جز عده اندکی همراه او ایمان نیاورده بودند. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. نوح گفت در آن کشتی سوار شوید، حرکت و توقف آن به نام الله است، همانا پروردگارم آمرزنده مهربان است. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. و آن کشتی آنان را در میان امواجی کوه پیکر پیش می برد و نوح پسرش را که در کناری بود صدا زد ای پسرم با ما سوار شو و با کافران مباش. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
گفت به زودی به کوهی پناه میبرم که مرا از آب حفظ میکند. نوح گفت امروز هیچ نگهدارنده‌ای در برابر فرمان الله نیست مگر کسی که الله به او رحم کند. و ناگاه موج در میان آن دو فاصله انداخت، پس وی از غرق شدگان گردید. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. و گفته شد ای زمین آبت را فرو بر و ای آسمان بارانت را فرو بند و آب فرو نشست و کار به انجام رسید و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و گفته شد دوری و هلاکت بر گروه ستمکاران باد. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. و نوح پروردگارش را ندا داد و گفت پروردگارا همانا پسرم از خاندان من است و بیگمان وعده تو درباره نجات خاندانم حق است و تو بهترین داورانی. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله فرمود ای نوح در حقیقت او از خاندان تو نیست، بیگمان کردار او کرداری ناشایست است، پس چیزی که به آن علم نداری از من نخواه. من به تو اندرز میدهم که مبادا از جاهلان باشی. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح گفت پروردگارا من به تو پناه میبرم که از تو چیزی بخواهم که به آن علم ندارم و اگر مرا نبخشی و بر من رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. گفته شد ای نوح به سلامتی از سوی ما و همراه با برکت‌های فراوان بر تو و بر امت‌هایی که با تو هستند بر زمین فرود آی و امت‌هایی نیز هستند که به زودی آنان را از نعمت‌ها بهره‌مند می‌سازیم، سپس عذاب دردناکی از سوی ما به آنان خواهد رسید. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ای پیامبر اینها از خبرهای غیب است که آن را به تو وحی می کنیم، نه تو آنها را پیش از این می دانستی و نه قوم تو، پس صبر کن، بیگمان عاقبت نیکو از آن پرهیزکاران است. و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره إن أنتم إلا مفترون. و ما به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. او گفت ای قوم من الله را بپرستید که معبودی به حق جز او برای شما نیست و شما در شرک به الله
دروغ بافانی بیش نیستید. یا قوم لا اسألكم عليه اجرا إن أجري إلا على الذي فطرني افلا تعقلون. ای قوم من، برای رساندن این دعوت از شما پاداشی نمی طلبم. پاداش من تنها بر عهده کسی است که مرا آفرید. آیا خرد نمی ورزید؟ و یا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. و ای قوم من، از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او بازگردید و توبه کنید تا باران آسمان را پیاپی بر شما بفرستد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید و گنهکارانه از حق روی نگردانید. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. گفتند ای هود، برای ما دلیل روشنی نیاورده ای و ما به خاطر گفتار تو معبودهایمان را رها نمی کنیم و به تو ایمان نمی آوریم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. ما چیزی جز این نمیگوییم که بعضی از معبودانمان آسیبی به تو رسانده اند. هود گفت من الله را گواه میگیرم و شما نیز گواه باشید که من از آنچه با الله شریک قرار میدهید بیزارم. من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. پس همگی درباره من نیرنگ کنید و مهلتم ندهید. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. همانا من بر الله که پروردگار من و شماست توکل کردم. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه او بر آن تسلط دارد. به راستی که پروردگار من بر راه راست است. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیظٌ. پس اگر روی بگردانید بدانید که من یقیناً آنچه را که به خاطرش به سوی شما فرستاده شده بودم به شما رساندم و پروردگار من قومی غیر از شما را جانشین شما خواهد کرد و به او هیچ زیانی نمیتوانید برسانید که پروردگار من بر هر چیز نگهبان است. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غلیظ. و هنگامی که فرمان عذاب ما فرا رسید، هود و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به رحمتی از سوی خیش نجات دادیم و آنان را از عذاب سخت رهاندیم. و تلك عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنید. و این قوم عاد بودند
که آیات پروردگارشان را انکار کردند و از پیامبران او نافرمانی کردند و از فرمان هر سرکش حق ستیز پیروی کردند. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. و آنان نیز در این دنیا و هم در روز قیامت لعنتی گریبانگیرشان شد. بدانید که قوم عاد به پروردگارشان کفر ورزیدند. هان نفرین بر عاد قوم هود باد. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب. و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. او گفت ای قوم من، الله را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست. او شما را از زمین پدید آورد و شما را در آن به آباد کردنش گمارد. پس از او آمرزش بطلبید، سپس به سوی او بازگردید و توبه کنید. همانا پروردگارم نزدیک و اجابت کننده است. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. آنان گفتند ای صالح، پیش از این ما به تو امید داشتیم. آیا ما را از پرستش آنچه نیاکانمان میپرستیدند باز می‌داری؟ و به راستی ما از آنچه به سویش دعوتمان میکنی سخت در تردید هستیم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. او گفت ای قوم من، به من بگویید که اگر من دلیل و حجت آشکاری از پروردگارم داشته باشم و از جانب خود رحمتی به من عطا کرده باشد، پس اگر از او نافرمانی کنم چه کسی مرا در برابر الله یاری می کند؟ پس شما جز زیان چیزی بر من نخواهید افزود. و یا قوم هذه ناقة الله لكم آیه فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قریب. ای قوم من، این ماده شتر الله است که برای شما نشانه است. پس بگذارید تا در زمین الله بچرد و هیچ آزاری به آن نرسانید که در غیر این صورت عذابی نزدیک شما را فرا میگیرد. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غیر مکذوب. پس آنان آن ماده شتر را پی کردند. آنگاه صالح به آنان گفت 3 روز در خانه هایتان از نعمتهای دنیا بهره‌مند گردید و بعد از آن عذاب خواهد آمد. این وعده است که دروغ نخواهد بود. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. پس چون فرمان عذاب ما فرا رسید، صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به رحمتی از سوی خیش
از عذاب و رسوایی آن روز نجات دادیم. بیگمان پروردگار تو همان نیرومند شکست ناپذیر است. و اخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارهم جاثمین. و کسانی را که ستم کرده بودند بانگی مرگبار فرو گرفت، پس در جای خود به روی افتادند و هلاک شدند. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. چنان که گویی در آن دیار نبوده اند. آگاه باشید که قوم ثمود به پروردگارشان کفر می‌ورزیدند. هان نفرین بر قوم ثمود باد. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. به راستی فرستادگان ما با بشارت نزد ابراهیم آمدند و گفتند سلام بر تو. ابراهیم نیز در پاسخ گفت سلام بر شما. سپس طولی نکشید که ابراهیم برای آنان گوساله‌ای بریان آورد. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. پس چون دید به سوی آن غذا دست نمیبرند و نمیخورند به آنان گمان بد برد و از بیم آن که قصد قتلش را داشته باشند از آنان احساس ترس کرد. فرشتگان گفتند مترس که ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. و همسرش ساره ایستاده بود، از خوشحالی خندید. آنگاه او را به اسحاق و پس از او به یعقوب بشارت دادیم. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. ساره گفت ای وای بر من، آیا در حالی که خودم پیرزنم و این شوهرم پیرمرد فرتوت است فرزند میزایم؟ این چیزی شگفت‌آور است. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فرشتگان گفتند آیا از فرمان الله تعجب می‌کنی؟ رحمت الله و برکاتش بر شما اهل خانه باد، همانا او ستوده بزرگوار است. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. پس چون ترس از دل ابراهیم بیرون رفت و بشارت به او رسید درباره به تأخیر انداختن عذاب یا نجات مؤمنان قوم لوط با ما به بحث و چون و چرا پرداخت. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. بیگمان ابراهیم بردبار و بسیار نیایشگر و توبه‌کار بود. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ. فرشتگان گفتند ای ابراهیم از این سخن بگذر که به راستی فرمان عذاب پروردگارت فرا رسیده است و مسلماً عذابی بدون برگشت بر ایشان خواهد آمد. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا
وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب. و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از تصور بیشرمی قومش نسبت به آنان نگران و دلتنگ شد و گفت امروز روز بسیار سختی است. و جاءه قومه یهرعون الیه و من قبل كانوا يعملون السیئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشید. و قوم او شتابان به قصد مزاحمت مهمانان به سوی خانه او هجوم آوردند، در حالی که پیش از آن نیز مرتکب کارهای زشتی می شدند. لوط گفت ای قوم من، اینها دختران امت من هستند، با ایشان ازدواج کنید، آنان برای شما پاکیزه ترند، پس از الله بترسید و مرا در مقابل مهمانانم سرشکسته نکنید. آیا در میان شما مرد عاقلی وجود ندارد که شما را از این کار باز دارد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. گفتند یقینا تو میدانی که ما به دختران امت تو نیازی نداریم و خوب میدانی که ما چه میخواهیم. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط گفت کاش در برابر شما قدرتی داشتم یا از دست شما به پناهگاهی امن پناه می بردم. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فرشتگان گفتند ای لوط، ما فرستادگان پروردگار تو هستیم، آنها هرگز به تو دست نخواهند یافت. پس در پاسی از شب گذشته خانوادت را از این شهر ببر و هیچ یک از شما به پشت سر نگاه نکند جز همسرت که آنچه از عذاب که به آنان میرسد به او نیز خواهد رسید. بیگمان وعدگاهشان هنگام صبح است. آیا صبح نزدیک نیست؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. پس چون فرمان ما فرا رسید، آن شهر و سرزمین را زیر و رو کردیم و آنان را با سنگگل‌های پیاپی سنگ باران کردیم. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعید. سنگ هایی که نزد پروردگارت نشاندار بود و این سنگ ها و عذاب از ستمکاران دیگر از جمله قریش دور نیست. و الى مدین اخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. و به سوی قوم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. او گفت ای قوم من، الله را بپرستید که معبودی به حق جز او برای شما نیست و پیمانه و میزان را کم نکنید. من شما را در نعمت میبینم و از عذاب روز فراگیر بر شما میترسم.
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و ای قوم من، پیمانه و میزان را با عدالت تمام و کامل دهید و کالای مردم را کم ندهید و در زمین به فساد و تباهی نکوشید. بقیت الله خیر لكم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. اگر ایمان داشته باشید آنچه الله از کسب حلال برای شما باقی گذارده برایتان بهتر است و من بر شما نگهبان نیستم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. گفتند ای شعیب، آیا نمازت تو را بران می‌دارد که به ما امر کنی که دست از آنچه پدرانمان میپرستند برداریم یا در اموالمان هر کاری که میخواهیم نکنیم؟ بیگمان تو مرد بردبار و عاقلی هستی. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شعیب گفت ای قوم من، به من بگویید اگر من دلیل و حجت آشکاری از پروردگارم داشته باشم و از سوی خود روزی نیکویی به من عطا کرده باشد، آیا نباید از او اطاعت کنم؟ و من نمیخواهم در آنچه شما را از آن باز داشتم با شما مخالفت کنم و خود مرتکب آن شوم. تا آنجا که بتوانم جز اصلاح نمیخواهم و توفیق من جز به فضل و اراده الله نیست. بر او توکل کردم و به سوی او باز میگردم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. و ای قوم من، دشمنی و مخالفت با من سبب نشود که به شما نیز عذابی برسد همانند آنچه که به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید و زمان و مکان قوم لوط از شما چندان دور نیست. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. و از پروردگارتان آمرزش بطلبید، سپس به سوی او بازگردید و توبه کنید. همانا پروردگارم مهربان و دوستدار بندگان است. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. آنان گفتند ای شعیب، بسیاری از آنچه را که میگویی نمیفهمیم و به درستی که ما تو را در میان خود ناتوان میبینیم و اگر احترام قبیلت نبود مسلماً سنگسارت میکردیم و تو نزد ما گرانقدر نیستی. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. شعیب گفت ای قوم من،
آیا قبیله من نزد شما گرامیتر از الله است و فرمان او را فراموش کرده و پشت سر خیش انداخته اید؟ بیگمان پروردگارم به آنچه انجام می‌دهید احاطه دارد. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. و ای قوم من، شما به روش خود عمل کنید، من نیز به روش خود عمل می کنم. به زودی خواهید دانست که عذاب رسوا کننده بر چه کسی فرود می آید و دروغگو کیست. شما منتظر باشید و من نیز با شما در انتظارم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. و چون فرمان ما فرا رسید، شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به رحمتی از سوی خود نجات دادیم و کسانی را که ستم کردند بانگی مرگبار فرو گرفت، پس در جای خود به روی افتادند و هلاک شدند. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. چنان که گویی هرگز در آن دیار نبودند. هان، قوم مدین از رحمت الله دور باد، چنان که قوم ثمود دور شدند. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. و به راستی موسی را با آیات خود و دلیلی آشکار فرستادیم إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشید. به سوی فرعون و بزرگان و اشراف قوم او. پس آن افراد از فرمان فرعون پیروی کردند و فرمان فرعون درست و بخردانه نبود. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فرعون روز قیامت پیشا پیش قومش می رود و آنها را به آتش وارد می کند و چه بد جایگاهی است که به آن وارد شدند. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. و در این دنیا و روز قیامت به لعنت بدرقه شدند و چه بد عطایی نصیب آنان می شود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصید. این برخی از اخبار سرزمین ها و شهر هاست که آن را برای تو بازگو می کنیم که برخی از آنان هنوز باقی است و برخی دیگر نابود شده است. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبیب. و ما به آنان ستم نکردیم بلکه آنان خود بر خویشتن ستم کردند. پس هنگامی که فرمان پروردگارت فرا رسید، معبودانشان که به جای الله می‌خواندند چیزی از آنان دفع نکردند و یاریشان ندادند و به آنان جز هلاکت و نابودی نیفزودند. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة
إن أخذه أليم شدید. و چنین است بازخواست پروردگارت که اهالی شهرهایی را که ستمگر و مشرکند فرو میگیرد. بیگمان بازخواست او سهمگین و سنگین است. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. یقینا در این داستانها پند و نشانه است برای کسی که از عذاب آخرت میترسد. آن روز روزی است که همه مردم در آن گرد آورده میشوند و آن روز روزی است که همگی حاضر شوند. و ما نؤخره الا لأجل معدود. و ما آن را جز تا مدتی معین به تأخیر نمی اندازیم. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید. روزی بیاید که هیچ کس جز به اجازه او سخن نگوید، پس برخی از آنان بدبختند و برخی دیگر خوشبخت. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. اما کسانی که بدبخت شدند پس در آتش دوزخند، در آنجا برای آنان فقط زجه و ناله است. خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. تا آسمان ها و زمین باقی است در آن عذاب جاودانه خواهند ماند مگر آنچه پروردگارت بخواهد. بیگمان پروردگارت آنچه را که بخواهد انجام میدهد. و اما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غیر مجدود. و اما کسانی که خوشبخت و سعادتمند شدند تا آسمان ها و زمین باقی است جاودانه در بهشت خواهند ماند مگر آنچه پروردگارت بخواهد که این بخششی است قطع نشدنی. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. پس از باطل بودن آنچه اینان میپرستند در تردید نباش. آنان همان گونه این معبودها را میپرستند که پدرانشان نیز پیشتر میپرستیدند و ما نصیبشان را بی کم و کاست خواهیم داد. ولقد آتینا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مریب. و به راستی ما به موسی کتاب دادیم، پس در آن اختلاف شد و اگر فرمان پیشین پروردگارت نبود قطعا در همین جهان در میان آنان داوری میشد و عذاب نازل میگشت و به راستی که آنان در مورد حقانیت این قرآن سخت در تردید هستند. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. و بیگمان پروردگارت پاداش اعمال هر کدامشان را قطعاً بی کم و کاست خواهد داد، زیرا که او به آنچه می‌کنند آگاه است. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا
إنه بما تعملون بصیر. پس ای پیامبر، همان گونه که فرمان یافته ای در برابر مشرکان استقامت کن و نیز کسی که با تو به الله روی آورده است باید استقامت کند و سرکشی نکنید، بیگمان او به آنچه که می کنید بیناست. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. به کسانی که ستم کردند گرایش نیابید که آتش دوزخ به شما خواهد رسید و در برابر الله دوستی ندارید و یاری نیز نخواهید شد. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. و در دو طرف روز و ساعاتی از شب نماز برپای دار، بی تردید نیکی ها بدی ها را از بین میبرد. این سخن پندی است برای پندپذیران. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. و ای پیامبر صبر کن که بیگمان الله پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. پس چرا در میان امتهایی پیش از شما خردمندانی نبودند که مردم را از فساد در زمین باز دارند مگر اندکی از آنان که نجاتشان دادیم و کسانی که ستم کردند به دنبال رفاه و نعمتی که در آن بودند رفتند و آنان گناهکار بودند. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. و سنت پروردگارت چنین نبوده است که شهرها را در حالی که ساکنان آن افرادی نیکوکار بودند به ستم هلاک کند. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. و اگر پروردگارت می‌خواست همه مردم را یک امت قرار میداد، ولی آنان به دلیل پیروی از هوای نفس همواره مختلفند، مگر کسانی که پروردگارت به آنان رحم کرده و برای همین آنان را آفریده است و وعده پروردگارت چنین تحقق پذیرفته است که البته دوزخ را از جن و انسان گناهکار آکنده خواهم ساخت. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. و هر یک از سرگذشت‌های پیامبران خود را که بر تو حکایت می‌کنیم چیزی است که دلت را بدان استوار می‌گردانیم و در این سرگذشت‌ها حقیقت برای تو آمده و برای مؤمنان پند و تذکری است. وقل للذین لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. و به کسانی که ایمان نمی‌آورند بگو به روش خود عمل کنید، ما نیز به روش خود عمل می‌کنیم. وانتظروا إنا منتظرون. و منتظر باشید که ما نیز
منتظر خواهیم بود. ولله غیب السماوات والأرض وإلیه یرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. و آگاهی از غیب آسمان ها و زمین از آن الله است و همه کارها به سوی او بازگردانده می شود. پس او را پرستش کن و بر او توکل نما و بدانید که پروردگارت از آن چه می کنید هرگز غافل نیست.